یه پیرمرد بی خانمان وارد یه نودل فروشی کوچیک شد و ظرف نودلش رو تو چند دقیقه تموم کرد. موقع حساب کردن صاحب مغازه که زن دلرحمی بود یه نگاه بهش انداخت و گفت به نظر میرسه روز سختی داشتی. اینو مهمون من باش. مرد گفت ممنون، ولی من غذای مجانی قبول نمی‌کنم. بذار یه جور دیگه حساب کنم. 3 تا ایده بهت میدم که میتونه اینجا رو پر از مشتری کنه. زن خندش گرفت و با خودش گفت یه مرد بی خانمان میخواد به من درس بیزینسی بده. پیرمرد شروع کرد. اولین ایده، یه چالش برای خوردن نودل راه بنداز. اگه کسی بتونه ظرف نودلش رو تو 60 ثانیه تموم کنه، غذاش رایگانه و $50 جایزه میگیره. و اگه نتونه، فقط پول نودلی که خورده رو حساب میکنه. مردم عاشق چالشن، دوستاشونو میارن و فیلم میگیرن. جلوی مغازت صف میکشن و فیلمش همه جا پخش میشه. زن ابروهاش رفت بالا. ایده جالبیه، ادامه بده. مرد گفت دومین ایده، ته کاسه نودلا یه جمله بنویس. مثلا $5 تخفیف اگه یه کاسه اضافه بگیری و تو بعضی کاسه های خاص بنویس نوشیدنی رایگان تا 10 بار بعدی. این باعث میشه مشتری حداقل 10 بار دیگه هم بیاد. علاوه بر اون مردم عاشق این ایده میشن و میخوان ببینن تو ظرفشون چی نوشته شده. اینطوری هیچ غذای دورریزی نداری. همه تا ته غذاشونو میخورن. زن داشت با دقت گوش میداد. مرد ادامه داد. سومین ایده، بذار موقع سفارش خاص بندازن. یه تاس کوچیک از جیبش در آورد. اگه 1 بیاد، یه تخم مرغ آبپز اضافه. 2 نودل بیشتر. 3 نوشیدنی رایگان. 4 یه یادگاری از طرف رستوران. 5 یه پیش غذای کوچیک. 6 $3 تخفیف برای سفارش بعدی. نهار تبدیل میشه به یه بازی. مردم عاشق اینن که برنده یه چیزی بشن و برای تجربه دوباره برمیگردن. زن لبخند زد. تو آدم باهوشی هستی، پس چرا تو خیابون زندگی میکنی؟ پیرمرد خندید. یه زمانی کار و کاسبی خودمو داشتم تا وقتی که یه عادت بد همه چی رو ازم گرفت. مغازه و خونمو از دست دادم، ولی تجربه از بین نمیره. پول درآوردن سخت نیست. اگه یه سیستم درست طراحی کنی، پول خودش میاد سمتت.